من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تکیه زدن و در پناه خدا خودتو قرار دادن، همه چیز انسان حفظ می شود. پس تشکر از خدا نیاز ماست. منت سر خدا نگذاریم. خداوند کمک ما میکنه که ما نیازمون رو برطرف کنیم. خداوند میگه که شما تشکر بکنید از من، نعمتتون زیاد میشود، آبرو و حیثیتتون زیاد میشود، شما را حفظ میکنم. والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. چه کسی دست دوستی دراز کرده؟ باور بکنید خیلی ها هستن به خاطر که یک مأمور دولتی، حالا شاید رتبه پایینم، دست دوستی بهش دراز کرده، دلش خوشه. من یه مأموری تو نمیدونم اطلاعات، تو ستاد خبری، تو پاسگاه با من دوسته، ولی الله که رب العالمینه دست دراز کرده که ای بنده ناتوان و ضعیف من، بیا دست تو این دست دوست بگذار، دوستی که هیچ موقع ذلیل نمیشوید. اون مأمور امروز جوان فردا پیره، امروز پست و مقامی دارد، اشتباه میکنه عزلش میکنن، دست تو باره هیچ میمونه. همه کس که تو بهشون اعتماد داری شاید یه روزی بهت خیانت بکنن، پشتتو خالی بکنن، اما خداوند به هیچ بندی از بندگانش خیانت نمیکنه. لا یخلف الله وعده. خداوند خلاف وعدش کار نمیکنه. کی خدا گفته تو بیا بعد به تو پشت کرده؟ من و تو به خدا پشت کردیم، با این وجود خدا در به در دنبالمون. بیا بنده من، راهو گم کردید، خودتو خار نکن پیش فلانی و فلانی. بیا از دوستی من لذت ببر، از دوستی من خوشحال بشو، از دوستی من سعادتمند بشو، از دوستی من آبرومند بشو. چه کسی با خدا دوست شده بی آبرو شده؟ من تو صف رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران رسول الله و ناصرین رسول الله و حامیان دین و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا بودم. زمینه انحراف داشتم ولی به خاطر خدا انحرافمو خرد کردم، گردن هوا و هوسمو خرد کردم، تابع خدا و رسول خدا کردم. امروز خیلی ها گردن دین و قرآن رو خرد میکنن، تابع